به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه امروز ما عنوانش این برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید شماره 27 است که زیری این عنوان تقدیم می‌گردد. 7 مادری از غلامی. بیننده عزیز و گرامی، در ونج با اتهام تعلیمی غیر رسمی دینی محاکمه و مجازات شدند. رسانه ها آزادی و ازیا پلیوس نوشتند که دادگاه سیار در نیمه اول ماه دکبر در دهه ژمک جماعت یزدگلام ناحیه ونج با برگزار یک مجلس کشاده این 7 بانو را تا 1,500 سامانی جریمه کرد. نام و نسب این بانوان پیش ما معلوم است، اما از افشای این نام ها اجتناب ورزیدیم. اگرچه این مادران معصوم و پاک گوهر از شمار با شرفترین زیایان واقعی و مبارزان جان برکف هستند و انشاء الله در هر دو عالم جایگاه بهترین نصیب این مادران خواهد شد، زیرا این مادران گرامی کلام الله قرآن کریم را به کودکان تعلیم دادند و برای تعلیم کلمت الله از سوی رژیم ضد ملی و ضد دینی رحمانوف دیکتاتور متهم دانسته شدند. بله، دادگاه سیار. بله، واقعا نمیدونیم دیگر چی نام گذاریم یا نمیدونیم دیگر چی گونه این را تعبیر نماییم. این مادران بهشتی را بر اساس ماده 474 کادکس حقوق ویرانکنی معموری تاجیکستان جریمه بسته است که این بند قانون از 1125 تا 1500 سامانی جریمه را پیش بینی میکنند. بنابر این خبرها گویا این مادران از کرده خود اظهار پشیمانی کردند، یعنی آنها پشیمان شدند که تعلیمی غیر رسمی دینی دادند، یعنی آنها پشیمان شدند که کلام الله را با کودکان درس دادند. ببینید، این که رحمانوف با اسلام و مسلمانان تاجیک دشمنی و خصومت آشکارا دارد را ما بارها به طور مفصل و مدلل نوشتیم و برنامه نمودیم. تمام دنیا آگاه است که رحمانوف خبیث با اسلام چگونه برخوردی خشین و خصمانه دارد. اونایی که حجاب بسر میکنن و زنوای میکنن پیش از همه این بی‌سوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونها. و هم گورو گشتگان. اینا بریم برای صبر چی کردی سرم زنکو گاب زدی سر بیست. مولی خیلی نیست. من مسلمانی هیچ وقت کافی نمیکنه. چه کلوبا را مکان نمیکنه. دیسکوتی کورا مکان نمیکنه. هیچ دموکراتی این چه مولی عادی دموکراتی که بچه کور پورا میکنه. کور پورا میکنه. خود میلیون پس خود حجاب میکنه. تو جمع داشت کار داری. فرمانی جامعه جوریه که صدر ایجاد در پاکستان میکنه. روزی انگار چند ساله ممکنه. نه زمان در مردم چند سال. من تو چه کنم بعدا رو خریدم تو باید خیلی زمان کار کلان نمیگم. نه کلان چه تو بیام میدم نه 30 سال شما دارم. 30 سال بعدا تو چه کنم بعدا. نه مثلا چند ایده؟ نه 48 ممکنه. 48 ممکن است. زیرا رحمانوف نزدیک به 20 سال می شود که تحقیر و توهین به دین این مردم را تا چهارچوب سیاست دولتیش رسمی و قانونی کرده است. خواندن نماز، رفتن به مسجد، زیارت خانه خدا همه‌اش محدود کرده شده است. برای تعلیم غیر رسمی دینی جزا پیش بینی گردید. اخیراً از سراسر کشور این خبرها به دست ما رسیده ایستاده است که همین حالا که وکیلان مجلس نمایندگان و گروه‌های کاری تشکیل شده برای تشریح و تفسیر پیام با مردم ملاقات‌ها دایر کرده ایستادند، بیشتر صحبت‌هایشان را با موضوع دین بخشیده و آشکارا گفته ایستادند که این همه دروغ است. این وکیلان حتی گفتند که از مسجد چی فایده میکنید؟ یگان خل آخرت وجود ندارد. لا حول ولا قوة الا بالله. نروید به حج، زندگانیتان را درست کنید و از این قبیل تبلیغ های آشکارای ضد اسلامی از طرف دولت و نماینده های حاکمیت. بله، اما این که دادگاه سیار رحمانوف با جماعت یزدگلام ونج رفت و 7 نفر زن را جزا داد، یک عمل در دایره حقوق و قانون نیست. این یک عمل سیاسی است. قانون چیزی نیست که منافع یک گروه و یک عائله را حمایت کند. این قانون نیست، این همان زکان بندیتیزم است که در زندانها بین اقشار محبوسان کار برده می شود. قانون با طبیعت
با تاریخ، با امروز، با همه اتریبوت و ارکان ملت و مردم باید موافقت و مطابقت داشته باشد. ولی خواننده و بیننده ذکی اصلاح، بیایید بحث قانون را گذاریم کنار، بیاییم به آن که دادگاه سیار رفته ده برای مجازات 7 بانوی مشت پری یزدگلامی شد. این بانوان محترم اجر و پاداش فراوان نصیبشان شد. ملائک و یا همان کرام کاتبین سر کتفان آنها نوشته مثبت کردند و نامه اعمالشان مصفاتر از آنچه بود شد. ثمره و اجر و پاداش این مادران را الله پاک طبق وعده هایش در دنیا و آخرت تقدیر خواهد کرد. الله از شما راضی باشد مادران گرامی. اینها ناجی، اینها سلسله دارانند، اینها چراغ افروزانند، اینها معلمان علم الهی اند، اینها بانوانی اند که انشاء الله نام نیکشان سری زبانها خواهد بود. اما رحمانوف این یک حیولای است که بارها گفتیم و باز هم میگویم که مشکل اصولی و بنیادی با دین و آیین این ملت و مردم مسلمان دارد. مادران عزیز و مهربان، بانوان عزیز، در پوشیدن لباس عصبانی نکنید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید، با عفت باشید، پدر و مادراتان کسر و کشتاماناتان عزت و احترام کنید، فرزنداتان تربیه خوب نمایید. همین می شود حج، همین می شود کاری ثواب. مدنیت لباس پوشیده فراموش نکنید. ما تاجیکان ما می دیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چارابینی آن کس می رفت. همسایه ما می دیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی می رفتند، چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کرده لباس‌های تازه می پوشیدند، لباس‌های نو می پوشیدند. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت بیاد می باشد در پاش لنسی در سطر کدگی پا تا زانو را بباشد یلقاس کرده ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا که دنیوی است؟ چی است؟ های یک طرف قپه میخوای شی خانه جمک مخصوص رفتند، زیرا چنان ما آگاهی داریم در اینجا که دهه از جماعت یزدگلام است مسلمانی بیشتر مراعات بشود و رحمانوف هم با آن که خریطه سیاسی مناطق کشور را سالها پیشتر مرتب و معین کرده و دهات و جماعت و مناطق علاهده را که تحت خط قرمز اشاره کرده است باید با این یا آن وسیله سرکوب کنند و اهالی آنجا را تحت سیاستش بکشد و بترساند. 10 نفر از یزدگلامی های جسور و شعر مرد را به یگان جرم زندانی کرد. جرم آنها این است که نمازشان را ترک نمی کنند، ریششان را نمی تراشند و بانوانشان ستر عورت می کنند. رفتار و کردار یک بنده مسلمان که برای رحمانوف وادار و دسته وی بسیار هم نافارم است. اگرچه رحمانوف بیش از پیش به خاطر حفظ ارزش ها و ارکان اسلامی بالای خلق ستم کرده ایستاده است، خدا دیده ایستاده است. در کدام دولت دنیا امروز حکومت بر ضد دین شهروندانش سنگر گرفته جنگ اعلان کرده است؟ شما دیده اید در کدام دولت دنیا برای تعلیم امور دین باید اجازت گرفته شود؟ این زنها که ها را درس و سبق می دهند؟ کودکان نورست، کودکان خردسال را، چون که طبق فرموده خدا عمل کرده ایستادند. این زنها با این کودکان بجز از تعلیم ابتدایی دینی چی چیز آموخته می توانند؟ ببینید رودکی در 8 سالگی قرآن را حفظ و تلاوت می کرد. نه تنها رودکی، سعدی، حافظ، جامی، تمام گذشتگان ما ملا و شیخ و مولوی بودند. حافظ شیرازی قرآن را بر چند روایت ترنم و زمزمه می کرد. گفتم که رودکی پایه‌گذار ادبیات فارسی در 8 سالگی قرآن را حفظ کرده بود و شعر او را اگر 1000 سال دیگر بگذرد نه دولت سفر
و نه عطا میرخواجه و نه نظام قاسم گفته میتوانند. همینطور داملا صدرالدین عینی، اساسگذار ادبیات نوین تاجیک، مدرس مدرسه داملای کلان در بخارا بود و مؤلف چندین کتب تعلیم دینی و مخصوص برای کودکان به مثل تهذیب الصبیان. منظورم این است که این زنها که با جزا گرفتار کردید و جریمه بستید فقط تعلیم علم اولیه دادند و میدهند که گمان میکنم در وقتش مادر رحمانوف میرم گرسخته هم بچه هایش را از جمله خود همین رحمانوف را داده است. خوب نمیدونیم که خودش میتونست میرم خونده اونه. یک کودک 7 8 9 10 ساله یا دختر این سن و سالی مسلمان زاده از اسلام بهره و بو بگیرد به حکومت چی خوف و خطر دارد؟ من وقت چنین برخورد وحشیانه و غیر انسانی رحمانوف با اسلام را میبینم حیران و دودیله میشوم که بچه و دخترهای خود رحمانوف خوانده باشند، خواننده باشد. خود رحمانوف چی؟ عزیز مای گزیت خونک چی؟ اما عجابت کار در آن است که خودی رحمانوف حاجی چند کرته، آزاده حاجی بیبی، عزیز ما حاجی بیبی، مگر همه اینها واقعیت است یا دروغ؟ دخترها و بچه هایش با نکاح آیله برپا کرده باشند، خطبه نکاح خوانده شده باشد، آنها خدا را میشناخته باشند، آنها را کی و در کجا وی کی خدا شناس کرده باشد یا خدا ناشناس باشند فرزندان رحمانوف. مثلا حالا همه نبره های رحمانوف که شما راشان از اهالی وس رایون ونج زیاد است تعلیم دینی گرفته باشند، میدانسته باشند که در کدام دینند و در کدام مذهب، پس آنها در کجا خوانده باشند همین آیله به صاحب رحمانوف؟ برای آن که قانون رحمانوف را خلق تاجیکستان رعایت کند باید قانون خدا را پشت پا زند، اجرا نکند. رحمانوف بین خودش و الله انتخابات و حق انتخاب گذاشته است. مردم باید یکی را فرمان ببرد، خلق باید چی بکند؟ رحمانوف باید آشکارا اعلان نماید که من جواب همه شما را در نزد الله میدهم، من این همه را به گردن میگیرم، یا اعلان کند که من در تاجیکستان دولت بدینی میسازم و هر کی با من است از دینش دست بکشد، نماند و نگذارد که اسلام بخوانند. ببینید بیننده گرامی که رحمانوف چگونه بر حریم خصوصی این مردم مسلمان تجاوز و تعرض و دستی زوری کرده ایستاده است که اگر پوستی فیل باشد هم پوستی کرکدیل باشد هم چاک و پاره می شود. تو چی کار داری که من در داخل منزلم قرآن میخوانم، انجیل یا تورات یا اوستا؟ مگر خودت قرآن را چاپ نکردی؟ چاپ کردی که چی بشود؟ گفتی که کتاب ها را چاپ کردیم که بخوانید. دادم خانه من برای خواندن، برای تاقچه ماندن نه. شاهنامه را دادم خانه، قرآن مجید را دادم به زبان کلیدی، به زبان دولتی چاپ شده، خوانید، معنیش فهمید، زیاده روی نکنید. نه این که در تاقچه ماند و چنگ زیر کند. مگر همین گپی خودت نیست یا قرآن را کتاب نمی حسابی؟ های پلید، چرا از تعلیم قرآن می هراسی؟ مگر در قرآن چی دیدی؟ قرآن چی کارت کرده است؟ اسلام چی کارت کرده است؟ وقتی در مکاتب کشور که وزارت معارف، حکومت های نواحی و مردم کمک کرده ایستادند، معلم نمی رسد با 10 دانشگاه و آموزشگاه ها. پس تو چگونه میگویی که ما دانشکده اسلامی داریم در اینجا تعلیم بگیرند؟ میخوای مدرسه برآمد؟ اینم نه مدرسه حاضر زمان ساختم. مگر تنها با یک دانشکده اسلامی می شود بچه های کودک مردم را از اسلام آگاه کرد؟ آخر تا به دانشگاه اسلامی وارد شدن رحمانوف باید معلومات دینی داشته باشد تا شامل آن دانشگاه شود. همین خیلی نه؟ یا این دانشگاه را چون دام تزویر برای خاک پاشیدن به چشم مسلمانان تاجیک و عالم ساخته ای؟ الله لعنتت کند. چرا ما تمام عمر مسلمان بودیم، حلقه های درسی عمل میکرد، خواندیم، اما امروز ناممکن شده است؟ چرا خواندن شاهنامه تاجیکان و بگذار گرغولی ممکن اما قرآن ناممکن و برای آن باید اجازه مخصوص گرفت؟ مگر قرآن کتاب نیست؟ مگر قرآن چی دارد؟ اگر مسلمانی مردم برود حکومت تو ابدالدهر می شود؟ اگر مردم کافر شوند تو دیگر نمیموری؟ همین مسلمانی ما برای تو و حکومت پلیدی تو چیزی آن دارد؟ آخر ما میخواهیم بخوانیم و فرزندانمان را هم بخوانیم. اگر تو نمیخواهی نخوان، فرزندانت را هم نخوانون. ولی چرا ما باید طبق میل تو
توی خبیث عمل کنیم و زندگی کنیم. مثلا ما میخواهیم که مثل تو سمالیات 92 میلیون دلار داشته باشیم، اما نداریم کو، دعوا هم نداریم که نداریم. ولی تو چرا اگر ما قرآن بخونیم دست درازی، تحقیر و حتی زندانمان میکنی؟ این عمل رحمانوف قلب میلیون ها مسلمان تاجیک را و مسلمان روی عالم را خونشار کرده است که نخواد تا به این حد باشد که مادر برای آن که قرآن تعلیم داده است مجازات شود، اما در برابر این صدها میلیون ها مشت ها گره میخورند. نفرت به رحمانوف رستم زیاد می شود. رحمانوف د فکتو اسلام، قرآن و مسلمانی در یک کشور مسلمان نشین را قطعاً و غیر قانونی اعلان کرده است. وی در صدد است، برنامه دارد که غرور، ناموس و جسارت و شجاعت و شهامت دینی ما را شکند. اما چرا باید پرزیدنت ما، رئیس دولت، مردم را از دین بدر کند؟ مگر یک زن برای یک کودک تروریسم یاد میدهد؟ های پلید رحمانوف در چندین سخنرانی هایش میگوید که تروریسم دین و مذهب ندارد، اما با این عمل خود گفته ایستاده است که اسلام این دینی تروریست و نباید آموخته و آموزانیده بشود. وگرنه چرا باید مسلمان زاده از اسلام آگاه و واقف نباشد؟ چرا رحمانوف برای خودش اسلام را دشمن میشناسد و باور دارد که با قانون میتواند اسلام را ریشه‌بر کند؟ طبق خبرهای منتشره، مرافعه در جمک و طور آشکارا و با حضور مردم برگزار شده است. دادگاه ها در تاجیکستان عمدتاً پشت درهای بسته میگذشتند، اما چی شد که دادگاه این بار بین مردم دهه جمک آمد و چرا آشکارا دایر شد؟ دهه جمک جماعت یزدگلام آمدن دادگاه سیاری رحمانوف به جهت نیست. با این مردم حساب علاحده دارد. آنجا مردم روحیه مسلمانی زیاد دارد. هر کجا که با این روحیه است، رحمانوف آنجا را باید بیشکند، سرکوب کند، ولنگار کند، زندانی کند، جریمه بندد و همزمان به مردم کشور بفهماند و پیام دهد که نباید قرآن و اسلام بخوانند. علت آشکارا و آزاد و در حضور مردم برگزار نمودن این مرافعه همین است که مردم با عمق سیاست ضد اسلامی رحمانوف برسند و اطاعت کنند، وگرنه دادگاه سیار برگزار کرده آنها را هم گرفتار جزا میکنند. میدان دادگاه سیار چیست؟ مردم را جمع میکنند، پروکورور و سود میشیند و حکم صادر میکنند که این زنها این جنایت کردند تا اینکه مردم را نشان دهند. ولی وقتی که یک انسان بدون گناه کار میخواهند که او را زندانی کنند، پشت درهای بسته او را زندانی میکنند. چرا؟ چون که میدانند حکمشان دروغ است. ولی اینجا هم حکمشان دروغ است، ولی اینها میخواهند که این کارهای سیار و این دادگاه های سیارشان را به نمایش گذارند و مردم را بترسانند. خلاصه این دادگاه یک وسیله وحشت افکنی و ترساندن مردم بود، دیگر هیچ. باورم کنید ملت و مردم عزیزم که این اطوار و اخلاق رحمانوف است. با نوشته رسانه ها، این 7 بانو در نزد ملیسا و کگبه و پروکورور و چند کارمند حکومت و چند نفر دیگر با سر خم و راست ایستاده بودند. دیگرها در کرسی و این بانوانی محجبه و با ایمان ما سری پا ایستاده. روزی میرسد که هم این دادرس، هم این دادستان و امنیتی و هم این ملیسا برای این عمل شنیع که انشاء الله جنایت وزنین حساب خواهد شد جواب پس خواهند داد. اما با این مادران گفتنیم که سر شما بلند است، شما قهرمانان این ملتید، شما صاحبان ننگ و ناموسید، سرتان خم نباشد، سر شما بالای بالا است، هم در نزد مردم و هم در نزد الله و هم در روز جزا، چون که شما در آن انتخابات و انتخاب سنگین الله را برگزیدید و بر الله اطاعت نمودید. بله واقعا هم خیلی دهشت آور است، خیلی دهشت آور و خیلی نفرت انگیز و واقعا هم بد است. اکنون پس گفتار اصلاح. یزدگلام امروز تنها نام یک جماعت نیست. یزدگلام جراحتی کشاده وجدان ملی است. این مردم را نه برای جنایت، نه برای عصیان، بلکه برای آنکه خود باقی مانده اند جزا می‌دهند، برای آنکه زبان خود را فراموش نکردند، ایمانشان را نفروختند، سنتشان را به بازار ترس نبردند. هر جا که مردم هنوز راست می ایستد، همان جا برای حاکمیت خطر اعلان می شود. سیاست دولت سالهاست بر شکستن اقلیت‌ها بنیاد یافته است. اول تحقیر،
بعد فشار، سپس جنایت سازی. امروز نوبت یزدغلامی هاست، دیروز دیگران بودند، فردا نوبت به هر کسی می رسد که می خواهد مسلمان بماند، تاجیک بماند، انسان بماند. این مردم را به حالت رساندند که حتی مادر از خواندن قرآن برای فرزندش می ترسد، کودک از سوال دینی هراس دارد، پدر از سایه خود می ترسد. این حاکمیت ایمان را جنایت کرد، سنت را عیب، اخلاق را تهدید کرد. امام علی رحمانوف با این سیاست نه تنها با اسلام بلکه با خود جامعه جنگ اعلان کرده است. او اقلیت ها را سنگ آزمایش قرار داد تا کجا می توان آنها را پخش کرد، به آنکه فریادشان شنیده شود. اما تاریخ بارها نشان داده است که مردم را می توان ترساند اما نمی توان تا ابد خاموش کرد. یزدغلام امروز تحت فشار است، فردا می تواند صدا شود. این مطلب و این برنامه گریه نیست، این عیبنامه است، عیبنامه یک رژیم که مادر را شرمنده می خواهد کند، ایمان را جریمه می بندد و ترس را قانون می سازد. اما قانون های ترس دیر نمی پایند. انشاءالله آنچه می ماند ناموس مردم است و خاطره تاریخ، و تاریخ هیچگاه ظالمان را سفید نکرده است و نخواهد کرد. بله، این بود برنامه امروز ما و خدا کند که آن روزی بزرگ و آن روزی که این ملت بر علیه این ظلم و اسیانگری اساسی این ملت و دیکتاتور خوناشام و مسلمان بدبین با پا میخیزند و صدای تکبیر و صدای آزادی و صدای نجده که در نزد الله شبانگاهان هر شب و روز میکنند آشکارا بگویند که رحمانوف رفت و ملت و مردم آزاد شد و انشاءالله آن روز بزرگ میرسد. با امید پیروزی، با امید شکست این جنایتکاری بدگوهر امام علی رحمانوف. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.